دارن اهانت کردن شده اسلامی آقا چرا ظلم کردید از یه بسیجی مظلوم یه بسیجی رو توی شهره که به همین رو که کشته شما تشکیلات قاتل اومدید حتی نمیتونید تشکیلات بابای قاتل بیایید برای چی از امکانات سپاه از بست سپاه نیروی سپاه آمدی تشکیلات قاتل منو تهدید کردن نمیدونم عراضه آماش مزاحمت شدن اینجا اعلام میکنم اگر کشته بشم مسئولش آقای عراضیه اینجا دارم اعلام میکنم امنیت جمعی ندارم 40% جانبازم 28 سال و نیم تو سپاه خدمت کردم اما اینا دارن از یک باطل حمایت کرد درد من اینه چرا تو سپاه پاسداران از باطل حمایت کنن و توهین کنن رسما ایشون توهین کردن به هم غلط کردی اون تو غلطی داری به تو چقدر برخورد یه سرداریه مجلسشان میاد میگه مجلس قاتلم دارم میاد بالاخره خدایی هست شما آراد پیغمبر قاتله قاتل چرا رضایت میدم بچه خودتم اعدام خود میکشتم رضایت میدادی چه توقعی بیخودی من مرد بودم اعدام کردم حکم خدا رو توهین کردم تو برای چی میگی مرد بودی رضایت میدادی تو مرد نیستی تو داری مرد نیستی